ها شابشیر چیگه والا تو باش یک لحظه سری چیر باز بانی. بسیار موتر گرم آمد یکم. چی بود؟ اما دیگه مسیرم بسیار مسیر سخت بود و بعد اینجا آمدیم یکم ترتمیز کردن نیست. اینجا بسیار مردم آمدن، به نظمی زیاد اینجا تمیز نکردن. هر کی کمپین آمدن یکمک باید اینجا جمع شوه و ویو هم که دیگه خودت میبینی که دیگه بسیار خودش حرف میزنه. یک ویدیوی قشنگ بگیر برای دوستا که ببینن. جای همه دوستام خالی دیگه. دوستایی که میخواد بیای اینجا دو سه نفر یک جای شون، کدام موتر یا آفرود پیدا کنن و بیاین اینجا دیگه. ما قرار امشب اینجا باشیم دیگه. میخوایم اول اینجا رو ترتمیز کنیم، بعدش فرش ما رو وار کنیم و آمادگی کباب بگیریم و دیگ میکدنی چیز هستیم. اول باید اینجا کم ترتمیز کنیم دیگه. چطور بود بشر جان موتر؟ ایش دیگه بسیارم پرقدرت سوالی کش میکرد. راضی هستی از قدرتش؟ ایش دیگه یک تون را 100% تو هم بخر. 100% یک تون روی TRD پرو بگیرم بخیر. اصلا موتر یکی دیگه از قدرت کم نمایه. دقیقا دیگه اینجا رو باید ترتمیز کنیم. موتر مرم که میبینین تایرایش دی آمدنیم که آمدم اینجا فهمیدم که تایرایم ضعیف است. باید تایرای ما چنج کنم برای آفرود. 4 تا تایر باید عوض کنم. البته تایرای ما برای چی خوب است داخل شهر چیزا، اما برای سرکای خامه زیاد جالب نیست، ضعیف هستن. دقیقا آدم میترسه که مثلا بیترقه و چی. بعد دوم پمپرای ما بسیار ضعیف است که اینجا میبینین که پمپر در یک چقری خورد و میده شد دیگه. بخیر اولین کار که میکنم تایرای ما عوض میکنم بخیر. بعد از این کمپین بار دوم تصمیم دارم که پمپرها رو عوض کنم بعد تایرا. بعد باید یک دانه خلاصه موتر ما کار داره، باید برای آفرود حرفه‌ای باید آماده شوه دیگه. چیزای شالی از قدرت، زور، سرعت هیچ چیزی کم نمیه. همه چیز آفرود داره. TRD 4x4 مخصوص آفرود. تنها چیزی که باید تایرای ما چنج کنم، پمپرای ما چنج کنم، بعضی چیزهای دیگر لازم است که باید لامپ بشونم برای آفرود. بسیار لازم است اینجا. یعنی می چیزا چی گفت اگر یک سپر مثلا بشونی؟ نه سپر عوض میکنم. سپر من قراره سپر پیش ما عوض کنم، پشت سر عوض کنم، چون این سپرها کسته یکی پایین است. باید دیرم چی کنم، حداقل باید 2 اینچ یا 3 اینچ باید موترم ببرم لیفت کنه بالا ببرم دیگه. تایرای ما چون تایرای کلان تایرای که میخوایم نصب کنم، تایرای ما یکم اونا بزرگ است. با اون خاطر زمان که بندازم تا یه حد میایه تایرا. باید حداقل 2 اینچ دیگه هم ببرم بالا، 2-3 اینچ دیگه که تایرا راحت جای شوه و راحت بتونم آفرودم روش برم دیگه. فعلا ما شروع میکنیم در تمیز کردن اینجا را ترتمیز کنیم دیگه. بخیر دیگه با تیش دیگه شب باز دوباره برمیگردیم.